مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به افتخار اعلام گشتن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها در آثارخانه تاریخ و کشورشناسی به نام اوستای ولایت ختلان تحت عنوان انعکاس پیریخ‌ها در آثار رسامان تاجیکستان نمایش افتتاح نمود. در افتتاح نمایش نمایندگان مؤسسه‌های زیرتابع ریاست فرهنگی ولایت، آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو، اینچنین رهبریت و کارمندان آثارخانه تاریخ و کشورشناسی به نام اوستا و مؤسسه دولتی آثارخانه ملی اشتراک و سخنرانی نمودند. نخست دیرکتور مؤسسه دولتی آثارخانه ملی ابراهیم زاده ظفرشاه در سخنرانی خویش ذکر نمود که کوههای آسمانبوس جمهوری تاجیکستان منبع بزرگی پیریخ‌ها میباشند. پیریخ‌ها در نوبت خود چون ذخیره درازمدتی آب و تنظیم کننده طبیعی جریان دریاها بوده، یکی از بایگری‌های به همتا و منبع آب شیرین سرزمین زیبایمان به حساب می‌روند. در نمایش مذکور 19 عدد اثر از آفریده‌های مصوران کشور به مانند منظره، دریای سرخاب، منظره تکاب، سرحد وطن، بهار، هوشیاری، آب مصفا، پیریخ فیچنکو و پیریخ بیوشنی به معرض تماشا گذاشته شدند که تماشابینان را با منظره‌های کوهساران و زیبایی‌های ناتکرار کشور شناس می‌نمایند. مورد به ذکر است که مساحت عمومی پیریخ‌ها در جمهوری تاجیکستان تقریباً 8500 کیلومتر کوادراتی بوده، قریب 6% حدود کشور را تشکیل می‌دهد و در بلندی‌های از 3500 تا 7495 متر جایگیر می‌باشند. باعث یادآوری است که تاجیکستان از ذخیره‌های آب بای بوده، 13000 پیریخ، 1300 کل، 947 دریا، بیش از هزارها چشمه و آب‌های معدنی دارد. از همین لحاظ رسامان در اثرهای خود منظره‌های زیبا از جمله پیریخ‌ها و طبیعت دیار کوهستان را با مهر بی‌اندازه زیاد تجسم نمودند.